یوحنا باب 8. لیکن عیسی به کوه زیتون رفت و بامدادان باز به معبد آمد و تمام مردم نزد او آمدند و او نشسته آنها را تعلیم می‌داد. در این وقت کتابدانان و فریسیان زنی را که در عمل زنا دستگیر شده بود نزد او آوردند و در میانه به پا نهاده به او گفتند: استاد، این زن در عمل زنا دستگیر شد و موسی در شریعت به ما گفته است که چنین زنان باید سنگسار شوند، اما تو چی میگویی؟ این را برای آزمایش به او گفتند تا که دلیل یافته او را عیبدار کنند. لیکن عیسی خم شده با انگشتش بر روی زمین چیزی می نوشت. چون در سوال اصرار نمودند، او راست شده به آنها گفت: آن که از شما بیگناه است اولین کسی باشد که به وی سنگ اندازد. و باز خم شده بر زمین نوشتن گرفت. چون شنیدند وجدانشان ناراحت شد و از پیران سر کرده تا کسی آخرین پس یکدیگر برآمده رفتند و عیسی تنها ماند و زن در میانه به پا می ایستاد. عیسی چون راست شد و غیر از زن هیچ کس را ندید، به وی گفت: ای زن، دعواگران تو کجا شدند؟ آیا کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کسی ای آقا. عیسی به وی گفت: من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. و عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. هر که مرا پیروی کند در تاریکی راه نپیماید، بلکه نور حیات را یابد. آنگاه فریسیان به او گفتند: تو بر خود شهادت میدهی، شهادت تو راست نیست. عیسی در جواب آنها گفت: گرچنده که من بر خود شهادت میدهم، شهادت من راست است، زیرا من میدانم که از کجا آمدم و به کجا میروم. لیکن شما نمیدانید که من از کجا آمدم و به کجا میروم. شما از روی جسم داوری میکنید، ولی من هیچ کس را داوری نمیکنم. و اگر من داوری کنم، داوری من راست است، چون که من تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد با من است. و نیز در شریعت شما نوشته شده است که شهادت دو کس راست است. من بر خود شهادت میدهم و نیز پدری که مرا فرستاد بر من شهادت میدهد. با او گفتند: پدر تو کجا است؟ عیسی جواب داد: شما نه مرا میشناسید و نه پدری مرا. اگر مرا میشناختید، پدری مرا نیز میشناختید. این سخنان را عیسی در نزد گنجینه هنگامی که در معبد تعلیم میداد گفت و هیچ کس او را دستگیر نکرد، چون که ساعت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به آنها گفت: من میروم و شما مرا خواهید جست و در گناه خود خواهید مرد. با آن جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. یهودیان گفتند: نخود که او میخواهد خود را بکشد. کی میگوید به آن جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید؟ به آنها گفت: شما از پایین میباشید، من از بالا. شما از این جهان هستید، لیکن من از این جهان نیستم. از این سبب به شما گفتم که در گناههای خود خواهید مرد. زیرا اگر ایمان نآورید که این من هستم، در گناههای خود خواهید مرد. به او گفتند: تو کیستی؟ عیسی به آنها گفت: همانم که از اول هم به شما گفتم. من چیزهای بسیار دارم که در حق شما بگویم و داوری کنم، لیکن فرستنده من حقیقی است و من هرچی از او شنیدم به جهان میگویم. آنها نفهمیدند که او به آنها درباره پدر سخن میگوید. عیسی به آنها گفت: وقتی که پسر آدم را بلند برداشتید، خواهید فهمید که این من هستم و هیچ عمل را از خودم نمی کنم، بلکه آنچه را که پدرم به من تعلیم داد میگویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است،
زیرا که من همیشه اعمال پسندیده او را به جا می آورم. چون این را گفت بسیار کسان به او ایمان آوردند. آنگاه عیسی به یهودیانی که به او ایمان آوردند گفت: اگر شما در کلام من بمانید، حقیقتا شاگردان من خواهید بود و راستی را خواهید شناخت و راستی شما را آزاد خواهد کرد. به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هیچگاه غلام کسی نبودیم. پس چیسان تو میگویی که آزاد خواهید شد؟ عیسی در جواب آنها گفت: براستی به شما میگویم، هر که گناه میکند غلام گناه است. لیکن غلام همیشه در خانه نمیماند، پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد کند، حقیقتا آزاد خواهید بود. میدانم که فرزندان ابراهیم هستید، لیکن میخواهید مرا بکشید، چون که کلام من در شما نمیگنجد. من آنچه نزد پدر خود دیدم میگویم و شما آنچه نزد پدر خود دیده اید میکنید. آنها در جواب او گفتند: پدر ما ابراهیم است. عیسی به آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال ابراهیم را به جا می آوردید. ولیکن حالا می خواهید مرا بکشید. و من شخصی هستم که راستی را آنچنان که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین کار نکرده است. شما اعمال پدر خود را می کنید. به او گفتند: ما از زنا تولد نیافتیم. ما یک پدر داریم که خدا باشد. عیسی به آنها گفت: اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، چون که من از جانب خدا برآمده نزد شما آمدم. زیرا که من به اراده خود نآمدم، بلکه او مرا فرستاد. چرا کلام مرا نمی فهمید؟ چون که کلام مرا نمی توانید بشنوید. پدر شما ابلیس است و شما می خواهید آرزوهای پدر خود را به عمل آورید. و از ابتدا قاتل بود و در راستی ثابت نماند، زیرا که در وی راستی نیست. وقتی که وی سخن دروغ میگوید، از آن خود را میگوید، زیرا که وی دروغ گوی و پدر دروغ است. لیکن از بس که من سخن راست را به شما میگویم، به من ایمان نمی آورید. کیست از شما که مرا به گناه طعنه زده تواند؟ پس اگر من سخن راست را گویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به آن سبب گوش نمی دهید که از خدا نیستید. آنگاه یهودیان در جواب او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی جواب داد: من دیو ندارم، بلکه پدر خود را حرمت می کنم. ولی شما به من به حرمتی می کنید. من جلال خود را طالب نیستم، یکی هست که طالب و داور می باشد. به راستی به شما می گویم، کسی که کلام مرا رعایت کند تا ابد مرگ را نخواهد دید. یهودیان به او گفتند: اکنون دانستیم که تو دیو داری. ابراهیم و انبیا مردند، ولی تو میگویی کسی که کلام مرا رعایت کند تا ابد مزه مرگ را نخواهد چشید. آیا تو از پدر ما ابراهیم که مرد و از انبیا که نیز مردند بزرگتر هستی؟ تو خود را کی میدانی؟ عیسی جواب داد: اگر من خود را جلال دهم، جلال من هیچ چیزی نباشد. مرا پدر من جلال می بخشد که در حق شما می گوید او خدای ماست و او را نشناخته اید. لیکن من او را می شناسم و اگر بگویم که او را نمی شناسم، مثل شما دروغگوی می شوم. لیکن من او را می شناسم و کلام او را رعایت می کنم. پدر شما ابراهیم شاد بود که روزی مرا ببیند و دید و شاد گردید. یهودیان به او گفتند: هنوز 50 ساله هم نیستی و تو ابراهیم را دیده ای؟ عیسی به آنها گفت: به راستی به شما می گویم، پیش از آن که ابراهیم پیدا شد من هستم. آنگاه سنگ برداشتند تا که او را سنگسار کنند
لیکن عیسی پنهان شد و از میان آنها گذشته از معبد بیرون شد و رفت.